السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أخا رسول الله، السلام عليك يا أبا الحسن ويا أبا الحسين يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. اگرچه به فرقش نشست و من دل داشت، علی جراحت سر را همیشه در دل داشت. چه جراحتی! شما علی روزین فقط یک کنایه بسه، گفت من کجا قنفذ مرا بیند کند بر من سلام. این سلامش از هزاران زخم کاری بتر است.